عبدالامیر یکی از فرمانده‌های عراقی به هیچ چیز اعتقاد نداشت، مشروب خور بود. میگه چاره ای نداشتیم، چون راه بلد بود باید همراه ما میومد تو خاک عراق تا بتونیم ابدان مطهر شهدا رو تفحص کنیم. میگه ما رو مسخره میکرد، زیارت عاشورا میخوندیم منعمون میکرد، دست به استخوان‌های شهدا میزدیم میگفت حرام، سر نیزش رو بر میداشت، جمجمه شهدا رو بر سر نیزه قرار میداد، ما رو مسخره میکرد. چاره ای نداشتیم تحملش کنیم. یه روز خیلی به شهدا جسارت کرد، صبرمون تموم شد، متوسل شدیم به حضرت زهرا، یا زهرا شما قضیه رو حل کن. میگه فردا رفتیم، اولین کسی که اومد عبدالامیر بود. عبدالامیر گفت بیاید برید، میخوام ببرمتون خاکریز مرگ. خودم اونجا چند تا ایرانی کشتم، باور نکردیم، گوش به حرفش ندادیم. عصر که داشتیم برمیگشتیم، کارمون تموم شد، رفتیم خاکریز مرگ. اولین بیلو زدیم، پیکر یک شهیدی پیدا شد. میگه تا پیکر شهید رو دیدیم یک عطر عجیبی پیچید، همه گریان شدن. متعجبانه دیدیم عبدالامیر دو زانو زد کنار پیکر شهید. الله اکبر! عبدالامیری که مسخره میکرد مشروب خوره دو زانو زد کنار پیکر شهید، بغض گلوشو گرفته. میگه یه دفعه دیدیم دو دستی داره میکشه به استخوان‌های شهید، به صورتش میکشه. گفتیم عبدالامیر حرام. گفت نه، اینا از اولیاء الله هستن. میگه از فردا روش عبدالامیر عوض شد، همراه ما زیارت عاشورا میخوند، همراه ما تو تفحص شهدا کمک میکرد. اونایی که میگن اینا یه مشت استخون هستن، این شهدای گمنام به عنایت حضرت زهرا عبدالامیرها عوض کردن. او فرمانده مشروب خوری که به هیچ چیز اعتقاد نداشت، به برکت این شهدای گمنام عوض شد. شهید گمنام چی میشه که انسانهایی رو متحول میکنه مثل عبدالامیر؟ چون